من همیشه تو دیدگاه داشتم درباره کشورهای منطقه، کشورهایی که دوست و مواقع دوست هستند. مثلا جمهوری تاجیکستان اگر در نظر بگیریم، در همین چند دهه‌ای که جنگ در افغانستان وجود داشت، هر باره که سخنهای پرزیدنت جناب امام علی رحمان ما میشنیدم، یک امیدی بر ما میامد و شما باور کنید ایره بدون از اغراق غلو میگم، بدون از اینکه ما به شخصی یا به گروهی یا به کشور یک ابرازی بکنم که امیدواری کننده باشه. و ما در افغانستانی میگن که باعث چاپلوسی یا موضوعات دیگه، اما بله به حساب یک موضوع غرضه. ما چیزی که در این کشور یافتم، یکی صفا و صمیمیت یافتم، یکی محبت و دلگرمی یافتم، یکی برادری و همدیگر پذیری یافتم، یکی کسی که کشوری که همیشه در قبال افغانستان هیچ غرضی نداشته و همیشه از صلح گپ زده، از صلح سخن گفته و از جنای پشتیبانی کرده که همیشه واقعا تمام مردم افغانستان برش معلوم است که جنای خیر و صلح بوده در افغانستان. مثلا همیشه که سخنهای پرزیدنت جناب امام علی رحمان رو میشنیدم، درباره شهید احمد شاه مسعود سخن میگفت، درباره استاد برهانی روانی که دو فردی هستند که به نام پرنده صلح افغانستان نام نهادین، در تمام دنیا یار پذیرفته و این بسیار امیدوار کننده است. و ما طور تصور میکنیم که برای ما بسیار یک مکانی است که همیشه اگر بیایم در فکر آرامش هستیم، فکر ما، خاطر ما همش آرام است.